درود رفقا، امیر گیمر هستم. امروز اومدم با معرفی کارهایی که نباید با کنسولتون انجام بدین. خب این چه چیزهایی، چه کارهایی برای کنسولتون ضرر داره و میتونه مشکل ساز بشه. خب پس تا انتهای ویدیو با من همراه باشید، چنل من رو سابسکرایب کنید، لایک، کامنت و زنگوله هم فراموش نشه. خب اولین گزینه اینه که مثلا دسته کنسول تو با شارژرهای فیک یا شارژرهای مثلا اندروید شما شارژ نکنی. خب چون به مرور زمان بلند مدت ممکنه به آیسی یا برد دستتون آسیب بزنه. خب میریم برای گزینه دوم. برای کنسولتون میتونید یک کیف مخصوص تهیه کنین که با توجه به اون کیف دیگه شما ضربه خاصی به کنسولتون وارد نمیشه و خیالتون برای جابجاییش و حمل و نقلش راحت تر. خب میریم برای گزینه سوم. وقتی حافظه کنسولتون پر میشه بدون نظم یا مثلا بدون بی‌نظمی خاصی نرید اون حافظه رو خالی کنید، چون ممکنه که حواستون نباشه یه فایل رو بیایید شما پاک کنید و از طریق اون فایل مثلا DLC یا محتویات دیسک بازی شما پاک بشه. اینطوری مجبور میشید که باز هم برید مثلا DLC بیرون رو بندازید، 20 گیگ، 30 گیگ، 40 گیگ، باز هم واسه شما دردسر میشه و بازم هزینه‌تون بیشتر میشه. خب گزینه چهارم این هستش که وقتی به مدت چند روز مثلا مسافرت، تفریح، بیرون هستید کنسولتون رو ترجیحاً از برق خاموش کنید. خب چرا؟ چون ممکنه مثلا شما نباشین و مثلا هوا سرد باشه، بارونی باشه، یه رعد و برق یا ساقه بزنه و اتصالی کنه و مثلا خدای نکرده دستگاه شما بسوزه. داشتیم همچین موردهایی رو از دوستان که به ما گزارش دادن و واسمون تعریف کردن. خب پس خیلی این گزینه رو مواظب باشید و حواستون باشه، چرا که خیلی خطرناکه. میریم برای گزینه بعدی. اگه میخواید آنلاین بازی کنید قطعاً و قطعاً باید که دستگاهتون رو کپی خور نکنید. خب چون که اگه کپی خور کنید به دلیل اینکه دارید مثلا مایکروسافت یا سونی رو یا اون شرکت سازنده رو دور میزنید، تحریماشو، و دارید به قول معروف کارهاش و تحریماشو دور میزنید، به این بابت اونها وقتی متوجه بشن که شما دارید این کار رو باهاش میکنید، به محض آنلاین شدن دستگاهتون به احتمال 80 یا 90% میتونه کنسولتون رو بند کنه. خب و این دیگه کلا کنسول رو باید بندازید سطل زباله بره. پس توصیه میکنم که برای آنلاین بازی کردن حتما دستگاهتون کپی خور نشه و اینکه اگه دستگاهتون بند بشه دیگه کلا روی اکانت نمیتونید بازی بزنید. کلا باید فقط و فقط از یه رو بازی انجام بدید، اون از طریق بازی های دیسکی هستش. خب گزینه آخر، گزینه ششم، چیزی که خودم خیلی پیشنهادم میکنم، خیلی هم مهم هست. کنسولتون اگه زیاد داغ میکنه میتونید که یه فن خنک کننده برای قسمت زیرین دستگاه تهیه کنید و از اون طریق گرمای زیاد کنسول رو به قول معروف بکشید بیرون. خب یعنی دیگه زیاد کنسولتون با این کار با فن خنک کننده داغ نمیشه. خب و این باعث میشه که کنسولتون دیگه خنک بمونه و شما از این بابت خیالتون راحت باشه و دیگه اون گرمای بیش از حد کنسول رو نداشته باشین. خب دوستان این هم شد 6 تا از کارهایی که نباید با کنسولتون انجام بدین. اگه
پس اگه براتون جالب بود برامون نظراتتون رو کامنت کنید، با ما در میان بذارید، با ما در ارتباط باشید. خوشحال میشم که نظراتتون رو بخونم و زنگوله رو حتما بزنین که اگه محتوای دیگه بود که قطعا هست شما ازش باخبر باشید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.